دادی تو پگاه و بیگاه ورد زبانم، نام پاک تو سرآغاز کلامم. ای مرجع امید ناامیدان، ای پناهگاه بینوایان و بیچارگان. بسم الله الرحمن الرحیم. وطنداران عزیز، با اغتنام از این فرصت سلام ها و احترامات و تعظیمات خود را با آرزومندی های قلبی برای خوشنودی صحت و سلامتی شما خدمت تقدیم میکنم. کمال مسرت که باز هم در خدمت شما هستیم و صحبتی داریم. هموطن عزیز من، گرچه امکانات گرفتن تلفن بیننده های محترم موجود است، اما من قصدن و عمدن این کار نمی کنم که نشه من یک مختصری بگویم و باقی خلای پروگرام توسط تلفن و گفتار دیگران کنم. من فقط ثابت میکنم که من دمی بحث سعی میکنم که تحقیق کرده باشم، تعمق کرده باشم و نتیجه یک هفته پالیدن و کاویدن خود به خدمت شما تقدیم کنم و هیچ گام ادعا نمی کنم که گپ من صحت است، صائب است و درست است، چون این برنامه از طریق فیسبوک نشر میشه و این فیسبوک من دوستان بیشماری داره. اگر علاقمندی برنامه را ببینه، انتقادی داشته باشه، نظری داشته باشه، پیشنهادی داشته باشه، در ختم برنامه با ارتباط همی برنامه برای من نوشته کنه و من وعده میکنم که تفسیرشان بخوانم و جواب لازم خدمتشان تقدیم کنم. و آنهایی که تنها میپسندن و یا تعریف و توصیف و تحسین هم میکنن، من واجبه رسانوی خود خدمتشان ایفا میکنم. هموطن عزیز من، مثل همیشه بنابر اسرار آمیز بودن موضوع فلسطین در تاریخ اسلام و تحولات و تغییرات بعد از جنگ جهانی اول برای ایجاد یک خانه دائمی و یک مأوای ابدی بروی یک تخیل تاریخی در قلب فلسطین و رفتن به عمق عداوت‌های تاریخی پیروان دین مسیح و بعد از آن وسیله قرار دادن دین یهودیت و زیهونیزم برای مبارزه با دین اسلام و تضعیف اسلام. و برای شما عرض بکنم هموطن من، ممالک عیسوی مذهب هر نوع نظام سیاسی که داشته باشند، هر نامی را که برش اطلاق کنند، دموکراسی باشه، از لحاظ اقتصادی بازار آزاد و رقابت باشه و از لحاظ سیاسی سوشل دموکرات باشه یا هر نوعی که باشه، اما در عقب پرده قدرت تصمیم گیرنده و فیصله کننده دین است. دین و از سالها به این طرف بوده. این یک مبارزه نهانی است، یک مبارزه پنهانی است، اما متاسفانه آنچه که تدوین شده بود و طرح شده بود نتوانست
رویاهای دیرین قدرت‌های عیسوی را در برابر اسلام تطبیق کنند. جنگ‌های 100 ساله صلیبی با تمام خونریزی‌هایش، با تمام قدرت‌های داوطلب و جلبی اروپایی بر نحوی که بودند، اما کسانی چون صلاح الدین ایوبی برخاست و رادمردان دیگه تاریخ اسلام برخواستند و این رویاها را متلاشی ساختند و بالاخره فتح قسطنطنیه یا استانبول امروزی توسط سلطان محمد فاتح ضربه دیگری بود که به رویاهای پیروان دین مسیح داد. این جدال تا امروز دوام داره. در ظاهر اینا با لباسهای مختلف پوشانده میشن و شکل و شمایل مختلف دیدن ارائه میشن، اما در واقعیت در عقب یک گپ است: مخالفت با یک دین است. تا زمانی که در روسیه انقلاب صورت نگرفته بود، وزارها حکومت میکردن. یکی از آرزوها و رویاهای همیشگیشان بعد از فتح قسطنطنیه یا استانبول مبارزه با اسلام بود و این را در عمل پیاده کردند. در قفقازات آنچه آثار از دین اسلام بود همه را محو کردند، مساجد تخریب کردند و آن که پیرو دین اسلام بود از اماکنشان، از مأواهایشان متواری ساختند. ولی برعکس، اسلام رو به تضعیف نرفت، بلکه تقویت شد، تحکیم یافت و دروازه های حقیقت یابی بروی محققین شرق و غرب باز شد و گرایش به دین اسلام رو به توسعه است. امروز آنچه هم رخ میده و آنچه به نام انتقامجویی 7 اکتبر حمله حماس بر اسرائیل رخ میده، ریشه و کنه از این دو یک است و او مقصد عبارت از مبارزه و ستیز با اسلام است و اینا سعی کردن که اسلام فوبیا یا واهمه از اسلام را در اذهان مردم خود تزریق کنند، اما فایده نکرد. ولی امروز هموطن عزیز من، جنایتی را که اسرائیل در برابر مردم بی‌دفاع غزه انجام میده بر هر معیاری، به هر اخلاقی، این وحشت است، بربریت است و متاسفانه ذکر کلمه حیوان غلط است، برای اینکه حیوان هم بمی شکل برخورد با هم جنس خود نمی کنن، از خود دفاع می کنن. ولی این کار اسرائیل اهانت به حیوان است که آدم با یک حیوانیت و یک قدرت جهنمی قهار با حمایت قدرت‌های غربی، با کمک مالی و نظامی تمام دول غربی پیروان دین مسیح، اینها در برابر 2.2 میلیون سکنه غزه از آنچه در اختیار دارند و اصلی ترین و مجهز ترین است در برابر طفل و زن و معلول و مریض فلسطین و یا غزه به کار میبرند.
و دنیا خاموش است، بی تفاوتی است، منو به مکیگویی است، آب بخو پردیت بکو، از ترس و واهمه کسی صدا بالا نمی کنه که غیر و مخصوصا رویره که ممالک همسایه فلسطین و اعراب در با این بی‌تفاوتی و نیمه همکاری با اسرائیل روی دست گرفتن، به استثنای یک یمن خردترک و گروه حوثی که واقعا کنه موضوع را فهمیده و برابر وسع و توان خود مبارزه میکنه و دفاع میکنه. اما در برابر اعمال دردمنشانه اسرائیل هیچ نوع بازخواست نیست، هیچ گونه جوابگویی نیست. بالاخره اقامه دعوی که از طرف افریقای جنوبی شد، این محکمه عالی ملل متحد یا جهانی، محکمه جهانی، یک قدر تفره رفت و اغماز کرد و در بین کلمات مسائل پیچان که فیصله نکرد که باید به صورت فوری اسرائیل جنگ خود در غزه ایستاد کنه. از حالت بحرانی بشر صحبت شد که بشر در خطر است، صلح در خطر است، حاشیه رفت. دیگه این آخری مرجع امیدی بود که بروی اسناد قوی افریقای جنوبی اقامه دعوی کرده بود. پس کجا در عالم اسباب کجا میتوان رفت و به کجا اتکا میتوان کرد؟ من تا که همین جنایت جریان داره، هموطن خاموشی را گناه میدانم، ولو که میدانم که صدای من کجا را میگیره، چه تغییری را خواهد آورد، ولی این قلب پرخون که در این سینه میتپه حداقل یک تسلی میشه که گفتی، حداقل تو گفتی. یکی چی میشه و چی کرده میتوانیم، اما این خون به انتقام نمیمونه. بارها تاریخ نشان داده که همین دین به نام دین اسلام مورد چی تجاوزات قرار گرفته. از جنگ های صلیبی برای شما گفتم، اما وقتی که چنگیز برخاست و عالم اسلام را مورد حمله قرار داد و تمدن و فرهنگ اسلام را پایمال کرد، گفتن ختم است، دیگر اسلامی نخواهد بود، دیگر اسلامی به پا نخواهد ایستاد. ولی از این نسل، از اولادهای این نسل، اسلام به حد تقویه شد، به حد توسعه پیدا کرد. اسلام متمدن، اسلام مترقی در دنیا تبارز کرد، محو نشد، حال محو نخواهد شد. برای شاید من بسیار خوشبین باشم و اما عقیده من بسیار راسخ است و او قدرت عادل بازخواستگر واقعی من ایمان دارم. خون فلسطینی، خون غزه به انتقام نخواهد ماند و این ما را میبره به طرف سوابق تاریخی هم امپراتوری ها که زوال از کجا شروع شده. دیروز صحبتی داشتیم با یک دوست محترم منور دانشمند خود، از هر جهت صحبت میکردیم و صحبت عمده و کل ما سر همین موضوع غزه و گزارشات فعلی که در فلسطین مگذره همی بود. و
و این مسائل تماس گرفته شد که در این مسئله حکمتی است و مقدرات همه طور تعیین شده که هر امپراتوری را که ببینید اگر از لحاظ نظامی شکست نکرده از لحاظ اقتصادی شکست کرده. شکست اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی را نمیتوان و شکست نظامیش تنها خلاصه کرد، بلکه اقتصاد آن زمان اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی تحمل پرداخت و تمویل این رقم جنگ نداشت که هر طیاره‌ای که به میلیون دلار تمام میشد و او در افغانستان یکی پی دیگه سقوط میکرد و ولی سهمگیری در این جنگ و رقابت با حریفایش روبل کار نمیکرد، دلار مصرف میکرد. خزانه شوروی توان پرداخت قدر دلار نداشت. پس شوروی از لحاظ اقتصادی شکست کرد. از لحاظ اقتصادی خب تا حد عامل اصلیش نظامی بود، اما اگر اقتصاد قوی می داشت شاید برای 10 سال دیگه هم جنگ میکرد. امیر ببخشید در بین صحبت‌های جدی باز گپای فکایات یاد آدم میگه کسی مریض بود پیش حکیم وقت رفتن، حکیمجی حکما بودن وقت طبیب ها بودن، برای مریض یک دوا تجویز کرد و رفت. تصادفی بعد از 1 ماه 2 ماه پسر مریض دید. گفت بچه‌م از پدر چی اول شد؟ گفت صاحب اون دوایی که شما دادیم پدر مرا 40 دست عمل داد و بعد از او فوت کرد. گفت الحمدلله الحمدلله. گفت طبیب صاحب چرا الحمدلله؟ گفت اگر زنده بی بود 40 دست دیگه عمل میدادش و اگر اقتصاد شوروی خراب نمیشد متوقع 10 سال دیگه جنگ کردم نمیتونست. برحال این ضمنی یک بود دیگه، برای تنوع صحبت آمدیم. این رو میگذاریم به جایش. حقایق به جای است، همه میفهمن، حتی امریکایی که ملت از امریکاست که حکومتش در پهلوی اسرائیل استاده درک کردن، احساس کردن که این بزرگترین گناهی است که حکومتی که سالهای دعای دموکراسی و حقوق بشر و مساوات و عدالت کردن و پایه و اساس از این نظام ازی بروی امی مسائل معیارهای بشری مانده شدن. حتی چارتر ملل متحد مأخذش منبعش امی وثیقه ملی امریکا قانون اساسیش است. بالاخره با اینطور یک عمل دست میزنه که هم امی شهرت چند قرنی خود را در زمین میزنه و برباد میکنه. دیگه برای امریکا آبروی باقی نمانده. خب هموطن یعنی به بحث دیگه خود سر افغانستان عزیز خود گپ میزنیم. من خوشبختانه برای من بعد از ناامیدی های زیاد یک امید پیدا شد که انشالله با سال آینده هجری شمسی با بهار نو و سال نو درب مکاتب نسوان انشالله باز خواهد شد و این امید قوی پیدا شد و ما اطمینان از مراجع دیگه گرفتیم که یکی از آرزومندی های قلبی ما بود و این آرزومندی های میلیون دختر بیچاره بود که محروم از تحصیل در کنج خانه مانده بودند و احتمال داره که مؤسسات عالی تحصیلی مساوی پوهنتون ها هم باز شود و درب تحصیل گشایش می یابد و آرزوهای منتظرین
2.5 ساله برآورده میشه و امیدوار هستم که این خوشبینی ما به یأس تبدیل نشه و امارت اسلامی واقعا به وعده خود ایفا کنه و این کار انجام بده. مسئله دیگه که به خدمت شما عرض میکنم، از طرف اولیای امور پاکستان سخن پراگنی های صورت میگیره که بی نهایت تعجب آور است و این در حالی که در ظاهر غور و فش است، اما در واقعیت تبارز ضعف و ناتوانی و ورشکستگی پاکستان است. شخص به نام عاصم منیر، لویدرستیزی قوای مسلح پاکستان، در مراسم فراغت یک تعداد محصلین نظامی می‌فرماید که حیات یک پاکستانی به مراتب با ارزش‌تر است از تمام افغانستان. اگر یک پاکستانی به قتل میرسد، یعنی ما میتونیم افغانستان محو کنیم و باید بکنیم. چرا؟ ارزش خون یک پاکستانی و هر روز پاکستانی ها کشته میشن توسط خود پاکستانی، ولی اینا گریبان یک نظام میره میگیرن که در این دخالت نداره و هیچ ثبوت هم نداره. اما یاد خود پاکستان رفت که در طول 20 سال از 2001 تا 2020 و 21 به چه تعداد افغان معصوم و بیگناه را توسط دسایس خود، توسط طرحهای خود، توسط پلانهای پوشالی خود به نام جنگ با تروریسم، با استفاده از قدرت امریکا چقدر افغان را کشت، چقدر خانه ها را ویران کرد، به چه تعداد زنها را بیوه ساخت و به چه تعداد اطفال مستقیما پاکستان دست داشت. و دلچسب است که آقای منیر میفرمایند که پاکستان 5 میلیون افغان نان داد یا رزق داد. نه برادر، اشتباه کردی. این افغانستان بود و 5 میلیون افغان مهاجر بود که سبب شد که تو نان پیدا کنی، تو پس قدرت شوی. در حال فروپاشی بودی، در انزوای مطلق بودی، با کشف بمب اتمت تو را دنیا ترک کرد. یگانه دوستی که داشتی چین بود و چین قدرت نداشت که تو را راستی او منابع کمک کننده تو را بلگت به دهانت زد، تو را از خود راند. ولی بارها گفتیم که با کودتای 7 ثور و تجاوز اتحاد شوروی بر افغانستان، آفتاب بخت و طالع تو پاکستان از پشت کوههای هندوکش طلوع کرد. از هر لحاظ تو به حد تقویت شدی، از لحاظ اقتصادی، هم از مستقیما از کمک های مشروع جهان و هم از سوء استفاده نامشروعیت از کمک های جهان که برای مهاجرین افغان بود، از دوایش گرفته تا غذایش تا همه چیز. چقدر خانه تو توسط مهاجر افغان به کرایه رفت و چقدر تشبسات اقتصادی توسط افغان ها، حتی افغان ها شما را نان خوردن یاد داد. و فرهنگ شما، همه چیز شما که نیمه هندوگری بود نیمه مسلمانی، همیش معلوم بود. اما آمدن افغان و مهاجر افغان یک تغییر کلی در زندگی پاکستان آورد. این تو منکر میشی تو 5 میلیونه و اما در پالی سیاست از همین 5 میلیون مهاجر تو چقدر استفاده کردی و به نام از این 5 میلیون از مؤسسات بین المللی تا چه حد تو کمک گرفتی. وقتی که آقای ریگن
تو را وکیل به توکیل مردم افغانستان ساخت و تمام اختیار آینده افغانستان به دست تو داد، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی. و تو در حق افغانستان چی ظلم نکردی؟ آیا مهاجر افغان نبود که توی را تربیت کردی و به کشمیر روان کردی که به ضد هندوستان جنگ میکردی؟ انواع استفاده را تو از این موقع کردی و بالاخره تو فکر کردی که کسی را که به دامان خود پرورانده از دنیا پیسه جمع کردیم، از ممالک خلیج پیسه جمع کردیم و یا را تمویل کردیم و ما هسته و بنیاد تروریسم در این مناطق صوبه سرحد گذاشتم و بعد از اون مخالفین سیاسی خودم به نام تروریست به امریکا معرفی کردم و توسط امریکا به هزارها هزار وزیرستانی شمال و جنوب زیر بمبارد قرار دادم، متواری ساختم و اکثریتش به طرف افغانستان پناه برد. تو چی جنایاتی بود که در حق این همسایت نکردی؟ اما اون تخیلی که تو داشتی، اون رویایی که تو داشتی که ما طالب پرورانیده، حالات طالب مطلقاً تحت کنترل و اداره ماست، هر چی بخوایم. از این بعد من مسلط هستم بر تمام امور افغانستان، چه اقتصادی باشه، چه منابع طبیعی باشه، هر چیزی که باشه. حتی در اوایل در ارگ آیسای تو آمد که در بین گروه های حقانی و غیر حقانی جنگ انداخت و در زیر ایجاد کرد. ولی با گذشت هر روز متوجه شدی که نه، اولاد افغانستان در شرایط مهاجرت و مجبوریت پیروت بودن، مطیعت بودن و از خاکت استفاده میکردن، از پاسپورتت استفاده میکردن. ولی وقتی که متیقن شدن که ما در خانه خود آمدیم، هیچ افغانی وطن فروش نبودن، نیست، با استثنای یک گروه محدودی. اینا غرور ملیشان برشان اجازه نداد که تسلط تو را، حکم روایی تو را قبول کنن. و صداهایی که از حلقوم هر فرزند افغان که مربوط امارت اسلامی است را برای ملت افغانستان امیدوار کننده است، تقوی روانی و روحی است و به این که خود افغان هم فکر میکردن که طالب نوکر پاکستان است و آمده از این بعد این مملکت یک مستعمره غیر مستقیم پاکستان توسط طالب خود. اما خود مردم افغانستان حتی در بازی کرکت از اونجا شروع میشه که نه، افغانستان است، تاریخ داره، هویت داره، غرور ملی داره، منافع ملی داره، خدا به تو سودا نمیکنه و به هیچ وجه برای خود بادار قبول نمیکنه. هر کسی که اتحاد روانه، خب البته مخالفین هستند که آرزوی بازگشت به افغانستان دارن و لذت حکم روایی، خودکامگی، دیکتاتوری که در افغانستان در 21 سال داشتن، از کامشانی لذت نمیرن. با تمام پررویی اینا پایین میدون، بالا میدون و ادعا میکنن که ما افغانستانم نجات میدیم. اما امروز آنچه واقعیت است، افغانستان برای هیچ همسایه خود خطر نیست. این واقعیت است. نه دستگاه تروریستی در افغانستان است، نه تروریسم است و نه کدام فعالیت بزدی. اگر همسایه قصداً پای افغانستان در ماجرا بکشاند، اینقدر تحمل پذیری دیده شد در مسئله آب هیرمند.
اخطارهای ایرانی ها به یادتان است که زمین و زمان میزنیم و چنین میکنیم و چنان میکنیم. با تمام حوصله‌مندی اینمی حکومت را که نادان میگن، نافهم میگن، یک درایت سیاسی را بکار بود که بی حوصله نشو. همسایه عزیز ایرانی بیا این آب است، این اندازه کو، حقت است بگی که نباشد، حق بی جای نکو. متعاقب از او نرفت در بند کجکی را توسعه داد و کار بیشتر سر شروع کرد و در فرا و نیمروز بندهای مختلف دیگر ساخته رفت با استفاده مشروع و معقول از حقابی خود و سر یک بلس زمینی که ایران پیش آمده بود عسکر افغانستان در برابرش ایستاد. حال همسایه ها فقط برای بیکاری، برای روزگذرانی افغانستان وسیله ساتیری خود قرار دادن. گاهی ایران یک فیصله میکنه و یک نسخه را صادر میکنه بدون از اینکه سر خود در گریبان خود پرتک. قربانش شم، تو چی رقم نظام خودت داری؟ در دنیا از نظام آخوندی کرده دیکتاتوری نظام در دنیا است. تو صدای ملت ایران توسط پاسداران انقلاب تو بسیجی های به حد صدای ایران خفه کردی که دیگه امکان هیچ نوع مخالفت. تو کجا مخالفت حق دادی که در حکومت شامل شد که برای ما از حکومت فراگیر گپ میزنی؟ از برای خدا تو این نسخه را اول برای خود صادر کن. چقدر سنی در حکومت تو وجود دارد، در پارلمان تو هست؟ آیا سنی، اهل سنت، کردها، ترکمنها در ساختار نظامی تو سهم داره؟ تو حکومت فراگیر داری؟ چرا؟ هر روز چشتی میری به ترکیه کتی اردوغان رو میشینی بازم سر افغانستان گپ میزنی و اردوغان هم یک روز یک چیز میگه، روز دیگه چیز. این روانده بیا این سر روسی فیلی که به خیال ما یک تعداد مشتری پیدا کرده، گروه احمد مسعود، امرالله صالح و غیر ذالک رفت آمدی به دربار پوتین دارن و هفته گذشته هم سر گفتار لاوروف اینا گپ زدم و عکس العمل امارت اسلامی. آل باز هم بیکار مانده، میخواید یک جلسه دیگری تشکیل بده و شمول چین و ایران و پاکستان و خودش که بازم سرنوشت افغانستان تعیین کنه. و روسیه خود در چه ماجرا گرفتار هستی؟ مشکل اوکراین حل کن. اما دنیا از تو توقع داشت که تو به حیث یک ابرقدرت در برابر بهترین فرصت بود که تو گریبان امریکا را میگرفتی که تو اوکراین تحریک کردی و بیلیون دلار اسلحه دادی، کمک مالی کردی به نام حقوق بشر و انسانیت و بگیر و نمان و مساوات و آزادی و حاکمیت ملی. حال چرا رفتی تو مخالف تمام گپای دماوند غزه همراه اسرائیل و این جنایت؟ این صدا را باید میکشیدی. چرا خاموش بودی؟ این حال برازی که از حال آمره روسیه تغییر بده بازم افغانستان وسیله قرار میده. با اصطلاح از اصل گپ غلی میزنن و سر افغانستان گپ میزنن. بگذار افغانستان به حالش. یک دفعه امتحانت دادی، یک بار آمدی، 10 سال جنگ کردی، تباهش کردی و ایرانش کردی، به خاک دکسانش کردی. حالی چی میخوایی؟ اینی بازی های امروز دنیاست. میاییم سر ملل متحد. ببخشید یک دل چای هم گلون خشکی میکنم. هموطن عزیز من به حد از دنیا، از اخلاق دنیا، از احساس دنیا
از مورالیتی یا ارزش های اخلاقی دنیا اینقدر مایوس شدیم. و فکر میکردم که ملل متحد تا یک حدی ممثل همین ارزش های بزرگ انسانی باشه و در حد توان خود با درک تمام شرایط و نفوذ امریکا و غرب در ملل متحد بازم برای حفظ آبروی خود شاید به ارتباط غزه، به ارتباط تجاوز اسرائیل بر فلسطین و بر غزه، شما دیدین که یک دو شورای امنیت جلسه کرد و یک اعلامیه را صادر کرد که او را امریکا ویتو کرد، اما بعد از او دیگه قطعا جرأت نکرد که سر مسئله اسرائیل و فلسطین و اینا گپ بزنن، خاموش ماند. اعلان سرمنشی ملل متحد اما قصه بی هوا با آدم است که وقتی که همه چیز رفت از پیششان و حکم پروردگار شد که جنت ترک کنیم، برهنه شدن و برای پوشاندن شرمگاه پس و پیش خود از برگ زیتون کار گرفتن. آل روسیه هم افغانستان برگ زیتون قرار داده، شرمگاه خود پت میکنه که در برابر تجاوز اسرائیل بر فلسطین و بر غزه هیچ نوع تبلیغی نکرد، احتجاج نکرد، غیر که در شورای امنیت ملل متحد یک رای داد و نمایندهش بیانیه داد. اما کی رقیب رقابت کت امریکا کردی؟ و این رقم که دندانای تشکستان رو برای اوکراین کمک کرده رفت و اقتصاد تا خراب کرد، تو چی گفتی؟ اینجا خود تنها یک گپ باید بزدی. اما وطن ما اگر حقیقت بپالی، اما اولیگارشی که دور پوتین گرفته اکثریتش یهود است. امیال پوتین با نتانیاهو زیر پرده پشت پرده ارتباطات دارن. این که از ممالک آزاد دفاع میکنه و از آزادی دفاع میکنه و پالوی سوریه استاده، این منافعش هست. سوریه برش بندرگاهی بحری داد و سوریه بود که زمینه رایابی روسیه را با آبهای گرم توسط همین بندرگاهی که در سوریه هست میسر ساخت. ملل متحد هم میخواه که جلسه دیگه را بسازه در دوحه، بازم سر افغانستان گپ بزنن. از یک طرف صدا میکنن که در افغانستان بحران بشری است و میلیون ها افغان در این زمستان در معرض فقر و بدبختی و هلاکت قرار دارند. اطفال افغانستان در معرض گرسنگی و بیچارگی و بیدوایی قرار دارند. اما از یک طرف دیگه مؤسسات ملل متحد کمک های خود بر افغانستان قطع کرده میره. خیلی اگه بشریت است، تعامل چی معنا داره که من کت طالب چی رقم تعامل میکنم، نه کت بشر افغانستان چی رقم تعامل میکنی، در حالی که هر روز خودت اعلامیه نشر میکنی یا ملل متحد که بحران بشری است، فقر است، گرسنگی است، ناداری است و مؤسسات کمک ها را قطع میکنه. بازم میای یک روز دو روز تا مصرف میکنی در دوحه که چی رقم تعامل کنیم کت طالب. این تعامل کدام درد دوام میکنه. اما وطن من اینی از گزارشات دنیا، اینی از بدبختی هایی که امروز در عالم بشریت حکم فرماست و این بیعدالتی هایی که صورت میگیره، این ظلم و این سازش هایی را که ببینیم در ابتدای حمله اسرائیل بر غزه و استاده شدن امریکا پالویش، همین دولت بزرگ مستحکم مقتدر از لحاظ اقتصادی و سیاسی، همین چین برای یک کنفرانس در سان فرانسیسکو آمد، حتی جرأت نکرد که یک اعلامیه را نشر کنه و همین عمل تقبیح کنه و نکوهش کنه. اما برعکس کوشش کرد که یک مصلحتی کنه
که امریکا را نمانه که تایوان زیادتر کمک کنه. این مصلحت ها رو ببینیم، این سازش ها رو ببینیم. پس کجا آدم و کدام طرف امید کنه؟ خلاصه کلام، بشریت با تمام ارزش های خود، با تمام معیارهای اخلاقی خود، متاسفانه که به طرف تزلزل و ضعف و بدبختی میره و یک دوره سیاه قابل پیش بینی است. در اخیر موضوع دیگری به ارتباط امریکا و آینده امریکا که من این مسائل تعقیب میکنم، اگه شما را خسته نساخته باشه میگم. هموطن من، تا امروز ما و خودتو میلیون ها نفر دیگه خواسته و ناخواسته بر مسائل جهانی از دیدگاه امریکا قضاوت کردیم و حقیقت تحت تاثیر تبلیغات و مطبوعات غرب و امریکا بودیم که ما صدام حسین از چشم امریکا شناختیم و یا معمر القذافی را از قضاوت امریکا درک کردیم بدون از اینکه بفهمیم. این همه تو سحری بود. وقتی که واقع 11 سپتامبر شد ما شنیدیم اون تیارا بود، یک 19 نفر عرب بود، تیارا را خیستاندن، آمدن و زدن و برجوبانوی امریکا رو ویران کردن. حیثیت نماند بر امریکا، آبروی نماند، عزت نماند، دیگه نماند. ما گفتیم جگرخون شدیم که 3000 نفر در مسلمان هم بود و دیگه بود در مابین ورلد ترید سنتر کشته شد و او را باعث یک واقعی تراژدی و یک وسیله آینده استراتژیک امریکا سر افغانستان رفت حمله کرد و بهانه کرد و بعد از افغانستان تخته خیز شد بر عراق حمله کرد. اینا را ما از زبان از اینا شنیدیم و ناگاهانه پذیرفتیم. واقعی اما دیروز پریروز یک مصاحبه مطبوعاتی دونالد ترامپ بود، رئیس جمهور سابق امریکا. او آدم تقریبا به صراحت گفت که واقعی 11 سپتامبر صنعت سیاسی و دسیسه خود امریکا بود. البته محققین در انگلستان، در جرمنی، در خود امریکا بسیار سوالات را مطرح کردن که واقعیت از این مسئله را مورد سوال قرار میداد. ضعف شدن آهنهای ورلد ترید سنتر مورد سوال تکنیکی قرار میداد و این پتماندن این 19 نفر که کار کردن در حالی که یک پالوی FBI و CIA یک شعبه دیگه مخصوصی ساخته شده بود که روزانه مصرف از این به میلیون ها دلار بود و ایجنت های از این سر تا سر دنیا فعالیت میکرد که فعالیت های اسامه بن لادن زیر نظارت بگیرد. این چطور شد که با تمام یک قدر مصارف، یک قدر دقت از زیر زنخش؟ این سوال بود. ما قبول کردیم که نه، چطور یک مملکت برای تباهی خود، برای خرابی خود دسیسه میکنه؟ قبول نکردیم. چی دروغتان میگوییم؟ اما امروز که رئیس جمهوری که دوباره شاید رئیس جمهور شود، این که در تو یک موقف این رقم یک اعتراف میکنه، دیگه شما این آدم برای کامیابی خود در انتخابات، در حالی که در وقت همین حزب خود ازی حزب جمهوری خواه سر قدرت بود. حال مسئله ترامپ هم ببینیم، بحث است. اگر ترامپ با یک نحوی با دوسیه های جنایی بپیچانند و یا بر از این حبس تعیین شود،
تو حالا خب مسئله جریمه است. اگر جریمه به حبس تبدیل شود و این جلوش بگیرن که در انتخابات شامل شده نتانه، یک کاندید نباشه. ما با یک تعداد از دوستای خود حراس ازیر داریم که دونالد ترامپ امریکا را به طرف یک جنگ داخلی نکشانه. دونالد ترامپی که توانست در 6 جنوری همینطور یک اختشاشی را برپا کنه از لحاظ ملکی، اما از لحاظ نظامی راپورهای بعدی را نشر نکردن که این آدم نماینده خود باعث وکیل وزارت دفاع تعیین میکنه، پیش بینی میکنه که اگر امی آشوب موفق میشد قوتهای عسکری در سرکای واشنگتن میبرامد. این به یک نحو کودتا طرح شده بود. این راپورهایی است که پسان میبراید، پسان برآمده و این پلان ترامپ بسیار وسیع بود. همین قدرت داشت که همه قدر نفر پشت خود استاد کرد. اما وقتی که ترامپ نمیشه رئیس جمهور، وزیر محاکمه قرار میگیره، طرفدارایش دو چند و سه چند میشه و ایران میمانی که امریکایی تحصیل کرده، امریکایی فامیلی سفیده. این چطور و هم کلش سفید، چطور به پیرو مفکوری یک آدم رقم ترامپ بشه؟ اینال با این نفوذ خدا نکنه که شود. احتمال ازی میره که اگر ترامپ ناکام باند در مسئله انتخابات، اگر کامیاب شود خود شما آینده امریکا را حدس زده میتونید کدام طرف ترامپ این دفعه میبریش. تمام او کسایی که در واقع 6 جنوری متهم بودن و در محبس هستن کلش میبخشن و این دفعه جنگ اوکراین ختم میشه با روسیه و در نظام سیاسی امریکا تغییرات خواهد آمد که تا امروز این متعادل بوده و این از بین خواهد بود. با چین چی رقم معامله خواهد کرد و دیگه آینده هر دو آیندهش خطرناک است. اگر رئیس جمهور شود هم آدم حد زده بیتانه که چی واقعی خواهد شد و اگر نشود هم احتمال یک اختشاش، یک شورش و دیگه که اگر بازم حکومتی خواهد بود و موفق خواهد شد یا نخواهد شد. به هر حال صحبت ها به قدر بود. ببخشید من سر مسائل مختلف پالو در پالو میمانم و که حتی امکان سعی میکنم که حقایق به شما عرضه کنم. دیگه از توجهتان، از لطفتان تشکر میکنم. تا صحبت آینده، الله حافظ و ناصر شما سد. به خدا مسپارمتان.